لطف خداوند تمام مشکلات سپری میشه. کم وقت میگیره، اما اگر یک جای باشیم باز هر کاری را انجام دادن میتونیم. امشب در نظارت خانه می باشه. فردا ازارت چه میگیری؟ بی از آقا ارجمندم شکایت کرده. مجبور هستیم تا فردا منتظر باشیم. چی شد خانم کاکا؟ کدام خبر خوش است؟ نمیفهمم دخترم. وکیل در داخل امرای پلیس گپ میزنه، بیرون کشد باز خود فهمیدی. پلیس چی گفت؟ اظهارات خانم چنار فردا میگیرن و شما در اینجا هیچ کار نیست. خوب میشه که به خانه بریم. باز فردا صبح اینجا بیاییم. من هیچ جای نمیرم، همینجا منتظر میباشم. دخترم زد نگو، حالا بیا که بریم. لازم نیست تا فردا صبح اینجا منتظر باشیم. حالا دیگه دروام اینجا مریض خواد شد. اگه خواسته باشی میتونی بری، من همینجا میباشم، هیچ مشکل نیست. تو برو که کاکایم به تشویش نشه. این قسمم امکان نداره سحر جان. فکر میکنی که من شما را تنها خود ماندم؟ ما یک خانواده هستیم دخترم. هر جایی که باشیم با هم میباشیم. زنده باشی. من وقت ما رحت على المشفى آخر مرة ما رجعت حكيت معي أبداً. في شي مشكلة؟ اگه 100 بار تشکر بگویم بازم کم است. اگه شما نمی بودین خدا میفهمه که چی میشه.
چی کردی؟ شماره تغییر دادی؟ میخواستم با تو زنگ بزنم، میخواستم داخل اتاق شوم و کار تمام کنم، باز اپک خانم آمد و دوسیارم رای خود برد. بسیار معذرت میخوایم، کار تمام کردن نتونستم. حالا چی کنم من؟ اگه به دست عمر برسه تباه میشم. گوش که خلیل بیادر، پیش از اینکه او دوسیه با بچهت برسه خودت پیداش کن. باز وقت میتونیم که شماره تو را از اونجا تغییر بدیم. اونا فکر میکنن که دوسیه را گم کردن و دوباره میاین تا وقت ما کار حل میکنم. کدام مشکل خب برام پیدا نمیشه نه؟ انشالله که نمیشه. کافیست که دوسیه را بیاری. دیگه شب مبان بیادر جان. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. در فکر شما بودم. دستتان چطور شد؟ بوندیدگیش خوب شده؟ خوب است. چیزی نیست، تشویش نکن. چی شده؟ شما درباره چی گپ میزنین عمر؟ دستت چی شده؟ دیشب همراه خانم اسما یک عادت سر سفری کردیم. زیاد مهم نیست، تشویش نکن. شما دیشب با هم یک جا بودین؟ بله. کم قصه کردیم. درباره چی؟ چای داریم خانم اسما؟ بله، چند دقیقه پیش دم کردیم. امیالا براتان میارم. خودم میگیرم. تشکر بسیار زیاد. عمری چی کار است؟ مرا خانه رساندین و باز خودتان به چکر رفتین؟ کاش که مرا میخواستین. هرچی نباشه شریکت هستم. تصمیم جای رفتن رو نداشتیم. اسما یک ذره جگرخون بود. باز ما همونجا بودم میپک. کم همدردش شدم. چکر نزدیم. ها، بس قسم. خب چطور حادثه کردین؟ چند تا بچهای احمق آمده بودن، سر و صدا کردیم، بعد تمام شد. یعنی همه قدر؟ همه قدر. اگه اجازه بدی باز میخوایم که کار خود شروع کنم. صاحب اجازه است آقا عمر. مجرم ما با مرکز انتقال میتیم. گرفته شد. 35-36 مرکز میشنوین. 35-36 مرکز میشنوین. تشویش نکن، همه چیز خوب میشه. کمه دگام تحمل کن. تحمل میکنم دختره. بسیار سختی ها را سپری کردیم جانه. ای دیگه چیز؟ البته که تحمل میکنم. نتیجه هر چیزی که باشه به خاطر ما جگرخون نباشه. با خاطر طفلت باید قوی باشی. چنار هر چیزی که از دست ما بیایه میکنیم. انشالله بسیار زود نجات پیدا میکنیم. کافیست که تو گپ وکیله بشنوی. او برات کل چیزه میگه که چی کنی یا چی نکنی. درسته؟ بله عمر چی میکنی بچم؟ در دفتر هستی؟ در دفتر هستم پدرجان. چی شده؟ همه چیز خوب است؟ خوب است پدر. چی شده؟ چیزی نیست بچم، همه طور پرسان تکدم. خواستم که احوال بچه ما بگیرم، از همین خاطر برات زنگ زدم. درست است، چیزی نگفتم. خوب کردی. به هر صورت وقت نمیگیرم. حالا دیگه خداوند کارت آسان بسازه. زنده باشیم پدرجان. ما حتما او دوسیه را باید پیدا کنم.
کی را کار داشتی؟ صبح بخیر، میخواستیم امروی قاچتن گپ بزنیم. ما با کارهای باشگاه ورزشی هستیم. بفرمایید. از این طرف. ببخشین که مزاحمتون شدیم آقا، اما باید همراهتان گپ بزنیم. آقا چتن، آقایان از وکلای باشگاه ورزشی هستن، میخواین همراه شما گپ بزنن. البته بفرمایین بشینید. شما خدا به تکلیف نسازید. خیرت باشه. کدام مشکل است؟ آقا چتن، به خاطر که پایتان اوگار شده قراردادتان فسخ میشه، معذرت میخوایم. بله بیازه فکرش هم میکردم. ببینین همون پول پیشگی را که از باشگاه گرفته بودین باید دوباره بپردازین. اما ما تمام پولا را مصرف کردیم، یعنی امکان نداره که پس بتم. یعنی که شما جرم خود قبول میکنین؟ بله. کسی رو که با شاخو زدین شاورتون بوده، این راست است؟ راست است. دیگه چیزی برای گفتن ندارین خانم محترم؟ نه خیر. ارجمند به دخترم و نواسم ضرر میرساند. من به خاطر حفاظت اونا ای کار کردم. ببینین خانم محترم، شما نو از زندان بیرون شدین. هیره میفهمین وقتی دوباره کدام جرم انجام بتین با جزایتان از قبل کده زیادتر میشه. اگه خواسته باشین بازم فکر کنین. یعنی هنوزم وقت دارین که اظهارات خدا تغییر بتین. لازم نیست فکر کنم. همه چیزی که گفتم اتفاق افتاد. ارجمندم با چاقو زدم. قسمی که گفتم قبلا نم زندانی شده بودم. یک بار دیگه زندان قبول دارم. هیچ چیزی نمیشه. ببینن اگر تا 2 هفته دیگه پول پرداخت نکنین باز ما مجبور میشیم به طور قانونی پیش بریم. بچه ما راحت بانیم، هر مشکلی از ما حلش میکنم. کاکا جان ما تمام پولا را مصرف کردیم. مشکلی نیست بچیم، معلومات به ما بتین، ما حلش میکنم. سلام، خسته نباشین. سلام، خوش آمدین. وقت نگرفتم اما باید عاجل امرای وکیل صاحب گپ بزنم. میخوایم که دعوای طلاق باز کنم. بفرمایین بشینین. تشکر میکنم. آقا مرد دفترشان از شما را پیشان میبرم. نامتان چی است؟ براک سایمون. کم مانده بود فراموش کنم. دوسیه را که گفتی ازت گرفتم. تشکر میکنم، با زحمت شدی. خواهش میکنم، زحمت نیست جانه. آقا مرد اگه وقت داشته باشین آقا میخوایم رویتان گپ بزنم. البته که وقت دارم. خوش آمدید. خداحافظ خانم. روزتان خوش. روزتان خوش. آدمای بیادب هیچ بویی از آدمیت نبردن. کاکا جان واقعا معذرت میخوایم، به خاطر ما وضعیت بد قرار گرفتین. چرا یک قسم میگی بچین؟ ما چرا در وضعیت بد قرار بگیرم؟ قرض ما به گردن گرفتین کاکا، اما ببینین با زودترین فرصت قرضتان رو میپردازم، باور کنین نمیخوایم بار اضافی باشم. بچیم تو چی میگی؟ بار اضافه چی معنا میده؟ شما امانتهای بیادر ما هستین، هیچ فرقی با قدرت برم ندارین. دیگه نمیخوایم این گپا رو بشنوم، اگه نه باز ازت خفه میشم. چی شده؟ فهمیدین که چنار چیز اظهارات داد؟ بیرون خو میشه ها او را آزاد میسازد. متاسفانه خانم چنار به احتمال زیاد زندانی میشه. در اظهارات خود گفته که ارجمند او به چاقو زده. یعنی باید بگویم ما دیگر رای نداریم زندانی میشه. اوه خدای من، شما کار کردن نمیتونین آقا مراد؟ چنار را نجات دادن نمیتونین؟
اگرچه من شکایت خود پس بگیرم باز نجات پیدا میکنم. درو بخست که بریم دخترم چی شده؟ کجا میری؟ حالا بیا عجله کو، اشکو که نه وقت نکنی، شاید که مادرت نجات داده بتنی. راستش خانم چنار گفت که میخواد شما را ببینم. پیش روی سر خانم براتان نگفتم. سارنوال اجازه داده اگه خواسته باشه نورت دیده میتونید. توبه یعنی با ما چی کار داره؟ در این وضعیت دیگه ای چیزی با فکرم نمیاید. یعنی میخوایم هر چیز زودتر دوا باز کده ازش جدا شوم. تا جایی که میفهمم خانمتان هنوز از دوای طلاق خبر نداره. برام اجازه بتین که امرایتون یک چند کلمه گپ بزنم. البته بفرمایید مشنوم. ازتان خواهش میکنم در این باره همراه خانمتان مشوره کنید. با این کارتان میتونین که به او آمق انتخاب بتین. فکر میکنم که شاید قسم بتونین خانوادهتان دوباره نجات بدین. فکر نمیکنم که خانمم با دوای طلاق مخالفت کنه آقا عمر. شاید خوشم شوه. حتی اگه قسمم باشه بازم نمیخوایم که شما کدام کار کنین. اول امرای خانمتون گپ بزنین، اگر نشد باز دوای طلاق باز کنین. خب گپ زدن با ملدا هیچ چیز تغییر نمیده آقا. درست است. خب اجازه بتین که من امرایشون گپ بزنم. میشه نشانی خانمتون برام بتین؟ با نظرم چیزی تغییر نمیکنه، اما اگه شما میگین کدام گپ نیست. این دو نفر که برآمدن کی بودن؟ اونا وکلای باشگاه ورزشی بودن آقا قدرت. کدام موضوع پولی بود؟ گفتن اگه پرداخت نکنین به محکمه میریم. باز بعدن چی شد؟ آقا ترگوت آمد برشان گفت که اما پولا میپردازم، برادر زده مرا حد بانین، برش مسایمت نکنین. باز اونا را روان کردن. اوه چطور جان، میبینم که بسیار خوش هستی بیادر. کشتی ما از خنده قسم آرام نباش دیگه. و جانان میگم ورید یک سلاتی میوه آماده کنه تا یکم دیگم سر حال شوی. نظر چیه؟ و ایگه پای دیگه مرا قهر ساخته نمیتونی. دو چوبور دستروی تا بوشه که به هوش بیایی، بعدشان بیرون رفته به کارایت برس. حالا دیگه اگه دستروی من نشویم چی میکنی؟ باز حتما پیش پدرم رفته شکایت من میکنی. تو همراه من چی مشکل داری ها؟ از من چی میخوایی بگو؟ از تو لنگو چی خواسته میشه؟ فعلا یگانه کسی که هر چیز باید بخواه او تو هستی. چطور؟ مثلا چطور بیادر ما عملیات میشه؟ پول بده ترگوت. چطور باید قرضای باشگاه خدا خلاص کنه؟ پول بده ترگوت. بیگی خدا کدام وقتی فکر کردی که ترگوت با تو کار میکنه لنگو بچین؟ ها؟ تو خوب ما فرصت نمیدی که از پدرم چیزی بخوایم. چطور؟ یک سوال دارم. آیا متوجه هستی که پشت پدرم گرفتی؟ یک کمی شرم کن. قدرت متوجه گپایت باش. پیش از گفتن هر گپ باید یک بار دربارش فکر کنی. از تو باید یاد بگیرم ها؟ قدرت ببین لطفاً از اینجا بیرون شو. ناق اعصاب من خراب نساز. یک پایت خو میده کردم چطور جان. اگه پای دیگه تو میده کنم مطمئن هستم که ترگوت برات هر کاری میکنه، حتی به خاطر تمام دکترهای دنیا را میاره. باز یک دفعه ببینه که تمام دکترهای دنیا هم تداوی کردن نتونه. قدرت در اینجا چی گپ است؟ چرا سر صدا میکنین؟ چیزی نیست پدر. اون کلای باشگاه شاتر پشت پول خود آمده بودن. کاکا جانش قرضش به گردن گرفته. دایی باره گپ میزنی. او قرض چتن نیست، قرض تو از آقا قدرت. وقتی که او را به ایالت رساندی باز قرضش هم میپردازی. حالا خب من ای پول میپردازم، اما تو کار میکنی و او پول دوباره به من میگی. بفرمایین خانم محترم. با وکیلم گپ زدم، گفت که چیز از دستم نمیایه، اما تشویش نکو، ما پشتی این موضوع را اعلان نمیکنیم. ای گپا را بان میخوایم برته گپا بگویم. از او خاطر تو را اینجا خواستیم. سالا پیش برد گفته بودم که اولادم تنها نمانی.
حتی به خاطرش به پایت افتیده بودم. حالا میخوایم که همیشه از اونو دور باشی. دیگه با اونو نزدیک نمیشی، با اونو ضرر نمیرسانی. فهمیدی که چی گفتم زهر؟ چنار تو چی میگی؟ اونا مثل اولادایم هستن، چطور برشان ضرر رسانده میتونن؟ زیاد گپ نزن زهر. من گپای خدا برات گفتم، هوش کده باشی که فراموش نکنی. اگر نباس میفهمی امرت چی میکنم. تا جزای تنتم علاج نمیکنم. حالا دیگه برو. آمر صاحب ملاقات ما خلاص شدن. خانم برده میتونی. کشتی ما از خنده. آقا چتن در اینجا استراحت کنه و قدرت بیچاره کار کرده جانش برای. قدرت گپای ناق نزن. بیاز هست ثبوتتان چتن است. یک روز درباره من فکر کن. یک بار گپای مرام گوش کن. وای در مقابلت پدرت استاده است. حد خدا بشناس. هر چیزی که میگم انجام بده. کار کده پولم میپردازی. نه خیر محترم، من هیچ کار را نمیکنم. حالا فهمیدی؟ چون که من بیگناه هستم. بیگناه. قدرت لطفاً آرام باش لطفاً. مداخله نکننگو. چپ شو. بار کرگب در دلش است بگویم. میخوایم میره بفهمم که پدرم چرا مرا نمیخوایم. ایره وقتی پدر شدی میفهمی، اما تا وقت گپ مرا گوش میکنی. ایرام در مغز جای بتی که من هیچ وقت برات حسابی نمیتونم. آقا قدرت هیچ کاری نمیکنم پدر. گپ ما فهمیدی؟ هیچ وقت گپت قبول نمیکنم. هیچ کدام قرض را نمیپردازم. چی میکنی پدر؟ بگو چی خواد کردی؟ ها؟ چی خواد کردی؟ از خانه گم شو. برو. وقتی آدم شدی باز بیا. کارتای بانکی تام بده. دیگه ای زندگی راحت تو خلاص شو. دیگه تنها هستی. هر بدی که میکنی بکن. کاکو جان لطفا این کارا نکنین. قدرت قهر بود از او خاطر قسم گفت. شما باید این را درک کنین. این هنوز بسیار جوان است. بگی این کارتایت یا پولایت و هیچ چیزی تو ضرورت ندارم. حالا فهمیدی؟ کاکو شما چی کردین؟ قدرت از خانه بیرون کردین و چی خواد کرد؟ مربوط من نمیشه. هر قسم که میخواید زندگی کنم. حالا دیگه خانم اسما هنوز آماده نیستین، باید تجله کنید. خیرت باشه. باز شما کجا میرین عمر؟ میرم امرای خانم آقا برا گپ میزنم. به نظرت خانوادهش نجات داده میتونیم؟ مطمئن هستی؟ نشه کوزن شما را لط کنن. اگه میفهمیدی باز تو هم با ما هم نظر میبودی. ما دیگه باید بریم. بعداً باز گپ خود زدیم. آماده هستی؟ روز خوش خانم بک. از روز که اسم آمده از یک دیگه خود جدا کار کردن نمیتونن اینا. اما این قدر آسان نیست اسما جان. من با دستای خود عمره به تو دادن نمیتونم. اگر لازم باشه از اینجا اخراجت میکنم، اما بازم از عمر دست بردار نیستم. آهسته چی میکنی؟ گوشت جانم گرفتی دختر. معذرت میخوایم آقا، اینا دیگه تمام شد. هرج من یک روز خود خود کشتی. من برات گفتم برو دخترت بیار. ایره خونه گفتم که بخونه مردم املاک کو. تو چی وقت هوشیار میشی ها؟ چی وقت گپ مادرت گوش میکنی؟ دهنم ما باز نکن. فقط که من نمیفهمم چه قسم هستی. تو نبودی که برم گفتی سحر علت کنم ها؟ گوشای ما پر کردی و مام ای کارا کردم.
او چیزا را گفتم که خانمت از دست ندی. اما تو چی کردی؟ به خاطر از دست دادنش هر چیزی که از دست آمد انجام دادی. ماشاءالله. لا حول ولا قوت الله. مادر چه باش، بلیاز خدا چه باش. من دیوانه خواد شدم. چه باش. او بیادر زادی آقا ترگوت است. اگر او را از دست بتی باز آقا ترگوت هم از دست میتی. باز خواب و پولدار شدن هم از دست خواد دادی. باز تنها و بیچاره خواد شدی. هر کاری که میکنی بکو، برو دل خانمت بعد از بیار که پس خانه بیاید. درود بیرون است. شما متوجه باشین و میخوایم همراه ارجمند گپ بزنم. چطور هستی؟ زیاد درد داری؟ کس را که خانمش با چاقو بزنه چه قسم می باشه؟ ما همه هستم. مرا مجبور ساختی ارجمند. زیاد سرم فشار آوردی که کاملا عقل من از دست دادم. معذرت میخوایم سحر. نمیخواستم ای قسم شوم. من فقط خواستم که طفل خدا و تو را دوباره به دست بیارم. یگانه اشتباهیم همین است. اما قسم ما را به دست می آوردی با جنگ و سر و صدا و لد و کوب ها. حق با جانب استی. اشتباهی ما بود. هر چیزی که بگویی من مقصر هستم سحر. چند سال است که خانمم هستی. ایرا میفهمی که چشمایم بدون تو کس دیگر نمیبینه. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. نمیتونم. من میمارم دوباره دخترم گرفته به خانه خود بیا. مرا تنها نمار. خواهش میکنم این کارا نکو. زندگی را سرم حرام نساز سحر. درست است. به خاطر روزای خوب ما، البته به خاطر دروغ من دوباره میام. اما یک شرط دارم. بگو جانم چی میخوایی؟ هر چیزی که میخوایی قبول دارم. شکایتت پس بگی. خانم آیشه نباید زندانی شود. اگر او را نجات بدی باز ما هم دختر خدا گرفته میایم. خسته نباشی دخترم. آقا خلیل خوش آمدین. خوش باشی. من حیران ساختین. بفرمایین بیشینین که یگان چیز براتون بیارم. نه خیر دخترم، مزاحم کارتان نمیشم. بریدن عمر آمده بودم. او امینجاست. چند دقیقه پیشم رای ما بیرون شدن. اما اگه شما خواسته باشین من برشون زنگ میزنم کاکا. نه خیر لازم نیست. عمر پیش از که بیرون شود درباره ما برای چیزی گفت؟ نفهمیدم. مثلا چی؟ خب خیر دخترم، مهم نیست. تو خو از هر چیز خبر بوده نمیتونی. آقا خلیل شما خوب هستین؟ رنگ رویتان کاملا سفید شده. فشارتان پایین نامده باشه؟ نه خیر خوب هستم. قدم زده آمده بودم. شاید که از او خاطر باشه. پیری هست دیگه. رام دراز بود، خسته شدم دخترم. درست است. شما به دفتر عمر برین، همین که کار من خلاص کردم. باز براتون یک قهوه میارم. من براتون قسم میکنم کاکا جان. درست از دخترم. ببخشی به زحمت خود شدی. استغفرالله. شما چی میگین؟ بفرمایین.
کاکا خلیل؟ گوش کرده باشی که گپای ما فراموش نکنی. همیشه پیش خود تکرار کنی. گپای ما همیشه به یادت داشته باش. اگه به اولادم ضرر برسانی باز وقت از زندان بیرون می شدم باز حق ترم خود دادم. برات نشان میتونم که من چی کردم میتونم ترگات. فکر میکنی بدون پولی تو من هیچ کاری کردن نمیتونم؟ اما اشتباه میکنی. هنوز مرا نشناختی. حالا برات نشان خود دادم. قدرت هنوز نشناختی. کجا بریم جوان؟ فعلا حرکت کن. باز میگم که کجا بریم. درست است. دوباره به جای اصلیت میری چنار. کم جنجال خود جور نکدی اما بالاخره از شرط خلاص شدم. صبر کنید. سارنوال مجرم خواسته. این خانم باید دوباره اظهارات خدا بده. چی شده؟ ای چی من نمیده؟ او خود اظهارات خود داد. نمیفهم خانم زهر. حتما سارنوال خواسته که همه قسم شود. یعنی که سارنوال قسم خواسته. برو ببین که چی شده. آرزو دارم کدام گپ نشده باشه. چنار باید زندان بره. در زندان بپوسه. کاکا خلیل شما چی میکنی؟ نه. اگه چیز را میپالین من کمکتان میکنم. نه خیر نه، ما این عکس میخواستم ببینم. عمر بچیم زنده باشه. عکس جورایی ما را روی میز خود مانده. عمر همیشه به فکر شما آقا خلیل. میگه که تمام دنیا یک طرف و پدرم دیگه طرف. راستی قهوه ما خلاص شده. اگه چای آماده کنم میخواین که با هم بنوشیم؟ درست از دخترم مینوشم. مرا ببخش بچه. کاش که لیاقت پدر بودن توار یک اولاد صالح را می داشتم بچه. بچم سارنوال چرا مرا دوباره خواست؟ ما خواهد اظهارات خدا دادم. من چیزی نمیفهمم خانم. از خود سارنوال بپرسی. آقا سارنوال چرا مرا دوباره خواستید؟ لطفاً بشینید.
شما چرا دروغ گفتین؟ چرا این جرم به گردن گرفتین؟ ارجمند خود شما به چاقو نزدین؟ چرا چنار دوباره خواستن؟ هنوز کسی خبر نداره خانم. سارنوال خواسته که به تنهایی امرای خانم چنار گپ بزنه. باز بعدن به ما معلومات میده. تو چه قسم وکیل هستی ها؟ هیچ کار از دست جور نمیشه. اما خانم زحل سارنوال صاحب باید پیدا کنی که چی شده و برم بگویی. اگه او زن زندانی نسازن و میفهمم که امرای چی کنم. ببینین نمیفهمم که دخترم برتان چی گفته، اما او نمیفهمه. سحر کار نکده، من این کار کردم. من ارجمند با چاقو زدم. از اظهارات دخترتان فهمیدم که شما بیگناه هستین. آقا ارجمند گفته که یک حادثه بوده. حادثه گفته؟ بله، گفتن وقتی که میخواسته دختر خود بگیره با سر چاقو افتیده. خانم کاکا، سحر تو کجا بودی؟ چند بار برات زنگ زدم جواب ندادی، خبرم برم نمیدی. چی شد؟ او را هنوز هم آزاد نکرده. چطور او را آزاد بسازم جانم؟ جرم سر خود گرفته. بی دختر، نه که رفته کل چیز برشان گفتی؟ فقط همراه ارجمند گپ زدم. چی؟ خانم زحل، ارجمند گفته که این یک حادثه بوده. خانم چنار را آزاد میکنم. فهمیدم. چی وقت آزادش میکنه؟ امی که کارهای سارنوال خلاص شوه آزادش میکنه. خالایش بسیار زیاد خوشخواد شدم و دلش مادر. بله یک دلی. بله بسیار میبخشه. همراه چای یگان چیز دگام آوردم، از همون خاطر نوقت شد. کاکا خلیل یه دیگه کجا رفت؟ سیزگین بیادر. ها، ما او دوسیه را گرفتم. تو تانستی که او شماره را تغییر بتی؟ زنده باشی. من از یک مشکل کلان نجات دادی. خداوند برات خیر نصیب کنه. حالا دیگه همیشه خوش باشی. وای آقا خلیل، بالاخره به دفتر بچه رفتی و دوسیه را از اونجا دزدی کردی ها؟ شرم از برات به خدا. از غمتام خلاص شدم. مرا ببخش بچیم. خدا خوب بخشیده نمیتونم اومدم. تو مرا ببخش. چطور این قسم شد سحر؟ چطور شد که ارجمند این قسم اظهارات خود داده؟ گفتم اگه این کاره کنه باز مام پس به خانه برمیگرد. آفرین به تو سحر. آفرین دخترم، زندگی خود تباه کردی. آفرین. برای چیزی نگویی، نمیخوایم که حال خبر شود. در قدر سالا به خاطر چنار چی روزایی را که دیدین بس نبود، حال آینده‌تان هم تباه ساختی. ارزشش داشت دخترم. هیچ فکر نکردی؟ چطور در او خانه زندگی خود کردی؟ چطور به او خانه دوباره برمیگردی؟ خالایشه دخترم جانم مقبوله. خوب شد بخیر گذشت. زنده باشی دخترم. خوب شد بخیر گذشت چنار. خدا را شکر که زود گذشت. حالا دیگه بریم دخترم. حالا بیا.
آمدم. وای قدرت، خوش آمدی. عمر تو چقدر راست بوده دوسته. والله پیشتر یادت میکردیم. نه که غیبت من میکردی. تو چی میگی؟ غیبت چی رفیق؟ میگفتیم یادم روزا بخیر که قدرت چطور لپ جف ما را دو طلا میگرفت. آها. بیادر و قدرت دیگه وجود نداره. آقا ترگوت تمام زندگیش ازش گرفت. از این بابت آقا قدرت حتی 5 کروش هم نداره بیادر. چی؟ یعنی چی؟ یعنی که بی پول هستم دیگه. همراه پدرم جنگ کردم، از خانم بیرونم کرد دیگه. از کارت مارت بانکی هم خبری نیست. رفیق بیغم باش. حالا دیگه ما مثل شما هستم. راستی چی بخوریم؟ مکرونی میخوریم دیگه. چیز خونه حال برق و آماده میشه. درست بیادر. یک کارم نتونستی. چنار از خاطر تو ایلا شد. خانم زال ما چی کده میتونستم؟ خانم سحر رفته و شوهر خود قانع ساخته. سحر احمق تمام پلانای ما را از بین برد. سحر چطور شد که شوهرت قسم گفته؟ عقل ما ایرش قبول کردن نمیتونه. سحر طرف ما بیبی دوباره خوب خانه وادر نمیری نه؟ نه خیر، ارجمند بسیار پشیمان شدم. راستش در ظاهرش نبی. او بسیار یک آدم خوب است. به ما و دور و ارزش قائل است. ما را خوش نگاه میکنه. گوش کده باشی. گوش کنی که ایره برم نگویی که به خانه وادر میرم. اگه بمرم مام اجازت نمیتون. او وکیل تمام کارا را خلاص کرده. رفته میتونیم. کاکایتان به خاطر تو به تشویش است. حالا دیگه بریم. چنار ما خانه میریم، تو را میرسانیم. خانه کی؟ خانه من میری؟ نه خیر، ما به خانه کاکای میریم. ما سحر هیچ وقت تنها نمیمانیم. دزن کاکایش گفت که بیادر زاده ما گرفته بیای. دلت جمع باشه چنار جان. سحر و درو هر دوشان در امن می باشن. حالا دخترم تشویش نکن، من خوب هستم. حالا دیگه بریم. شما بریم، من خودم خانه میرم. خب درست است. اگه به چیز ضرورت پیدا کردی باز برم زنگ بزن. درست است چنار جان؟ خالا ایشه، خدا حافظ. نه خوش نشو چنار. بسیار زود از شهرت خلاص خواد شدیم. تو در اطراف ما بودم مزاحمت کردن نمیتنی. قسمه که تا به حال ده حسرت دوری اولادت زندگی کردی، بعد از یوم همه قسم خواد بودی. بچه این برنج خوردی حالا بدال عادت کن. من خود سیر نکردم دیگه چیزام نمانده. به خاطر که حقیقتا من خوردم تو سیر نکردی ها؟ بگی بخوا که چشم سیر شود. بشقاب از پیش رو این پس که گفتم. چی میکنی بچه؟ ناز نکن به خود اگه. راست میگه بخوا. چند روز بعد امرای پدر تاشتی میکنی، باز ما را میمان خواد کردی. دست پس که حال فهمیدم که شما اصلا دوست من نبودین ها. قدرت همیشه ما را نان بته. قدرت همیشه پول نوشیدنی ما را بته. قدرت شکمتان را سیر کنه، اما تو نیست. حالا که در جیبای موش چکر میزنه رفتارتان این قسم است. آرام باش. چی میگی رفیق؟ امرای پدرت جنگ کردی حالا کوفت تا آمدی از ما میگیری. اگه بگیرم چی خواد کردی ها؟ شما نمیتونین یک روپیتان هم سر ما مصرف کنین بی غیرتا. قدرت عقلت از دست دادی؟ گپای ناخ نزن بشی دیگه. بس کنین مفتخورا. قدرت کجا میری بچه؟ تو هم خود یک چیز بگو رفیق. بانش که برای پدر خدا چیزی گفته نمیتونه. اینجا آمده سر ما اکت ناز میکنه. بچیم بیا بشی. چی حال است؟ یک دقیقه همراهشان گپ زدن نمیشه. یک لقمه نانم ندارم. همراه کسایی که سر یک بشقاب مکرونی جنگ میکنن رفاقت نمیشه. یک لیرام ندارم. حالا چی کنم؟ کجا برم؟
میگه تو نمیشه. با مادرم زنگ زدن نمیتونه. حتما میگه بیا خونه. حتی اگه گشنه و تشنه در روی سرکم بانو دیگه با اون خونه نمیرم. کاش که قسم نمیکردی سحر جان. یک بار زنگ میزدی میگفتی که خانم کاکا میخوای میکاره کنم. دخترم ما به خوبی خودت میگم بیبی در قدر سالا تو مادری خواهر بیادر تکدی میموندی که حداقل برای یک بار وظیفه مادری خود انجام میداد. نمیتونستم خانم کاکا چون نمیخواستم که به خاطر من زندانی شوم. اینه رسیدیم. حالا دیگه به جهنم خود برو. این قسم سیل نکن دخترم، خودت هم قسم خواستی. انشالله که پشیمان نشی یک دانیم. خانم عایشه، ما میخواستم شما را ببینم. دیش از یاد جگرخون شدم، فکر کردم بنا حق زندانی میشین. خوب شد، بخیر گذشت. زنده باشین، خداوند خیرتان بده. خوب دیگه، چه قسم نجات یافتین؟ ارجمند به پلیس گفته که یک حادثه بوده. نمیفهمم چرا این کار کرده، اما ما و سحره بالاخره نجات داد. نشکه سهر ازش خواسته باشه قسم بگویه و به جایش به خانه خود برگرده. خدا نکنه آقا خلیل یک قسم نگوین، به خاطر که دخترم به او خانه نره. ما حاضر هستم که بازم به زندان برو. مادر چرا به اینجا آمدیم؟ به خانه خالایشه میرفتیم. اما خانه ما اینجاست دخترم. در خانه خالایشه فقط مهمان بودیم. پدر پدر اینجا برم، من از او بسیار میترسم. پدرت از مسرت خواست، از کارهای خود زیاد پشیمان شده. من دیگه از او نمیترسم. تو هم ازش نترسی یک دانی. برات وعده میتم که کل چیز خوب میشه جان مادر. بیا دختر، بیا که به خانه خود بریم. درسته بریم. چشمایت روشن خانم تمامت. البته که می شرطش انجام داده. بچیم بعد از این متوجه باش که دیگه خانمت از دست نتی. باید قلبش به دست بیاری جانم. ایره خو میفهمی که از برکت از او بر ما میرسه، زیاد میرسه. درست است که برات مشکل می باشه، اما باید تحمل کنی دیگه. درست است مادر جان، فهمیدم. یک گپ 40 دفعه تکرار نکو، احمق نیستم. خودم میفهمم که چی کنم. حالا دروازه را باز کن. حالا خوش آمدی. خدا را شکر که پس آمدی. دخترم بسیار پشت دق شدیم. حالا دیگه پیش پدرت بیا. نترس دخترم، بیا دیگه. بسیار پشت دق شدیم. درو سرش زیاد فشار نیار. روزای سخت را تیر کده. برش کم وقت بده تا فراموشش کنه. سحرم، بعد از این کل چیز خوب خواد شد. تو خواد دیدی. شما را بالای چشمایم نگاه خواد کردم. من یک بار درو را میبینم. ایره بیبی، اما جروم هم قوی. بچی ما بچه قوزده، بجایی که مدرت خواهی کنه باز نازام میکنه. چوب باش مادر. یک دقیقه چوب باش صدقه چاوم. چوب باش دیگه. چوب باش. چوب شدم. هر بلایی که میایه بیایه. نه خیر، سحر دوباره به اونجا نمیره. هر قسمی که شوه به خانه شوهرش نمیره.
در ضمن همراه زحل به خانهش رفت. ترگود بیدار اجازه نمیده که سحر به او خانه بره. خب دیگه چیز قابل تشویش نیست. یعنی من ناحق تشویش کردم. پیش از اینکه ناوقت شو ما باید برم. نباید هدیه خواهر تنها بانم. آقا خلیل کم بود که یادم بره. بچه تان او شماره مخفیره که برام زنگ میزد پیدا کرده تانست یا نه؟ یعنی او فهمید که شماره کیه؟ فکر نمی کنم. اگه پیدا میکرد خبر میداد. انشالله که پیدا کنه. یگانه رایی که خدا به اولادم بیگانه ثابت کنم او آدم است. حقیقت فقط او میفهمه. بخیر پیدا شوه. آمین. زنده باشه. روزتان بخیر. اسم که آقا براک گفت اونا هم دیگر را دوست دارن. مطمئن هستم که آشتی میکنن. شما چه قسم وکیل هستین آقا؟ کسایی که میخواین طلاق بگیرن اونا را دوباره آشتی میدین. خوب است دیگه. از بین بردن رابطه آسان است، اما دوباره ساختنش بسیار مشکل. اگه یه خانواده را از تباه شدن نجات بدیم، فکر نمیکنی که کار ما ارزشش داره؟ البته ارزش داره. حق با شما. به خاطر خانواده انسان هر کاری را میکنه. خب به هر صورت این را بگوین که مشکل اونا چی بود؟ آقا براک در یک خانه ساده کلان شده است ماجرا و خانم شام از یک خانواده آسان است. بعد از عروسی با خانم ملدا زندگیشان بسیار خوب شده بود. یعنی قسم که آقا براک گفت اونا بالای موضوعی بسیار کوچک با هم درگیر شدن. روز خوش جانم. تشکر. چی شده ملدا؟ از دیشب به این طرف جگرخون معلوم میشی. تو را چی شده دوستم؟ چیزی نیست، فقط خسته هستم. کدام گپی نیست. با اندگه دوستم چندین سال است که ما تو رو خوب میشناسم. طرف ما ببین نیک بازم روی براک جنجال کرد. بیازه دیروزا از هم دیگه بسیار دور بودیم. راستش براک دیروزا بسیار زیاد بدخوی شده هلال. یعنی نمیخوایم این قسم بگویم، اما هر قدر من در کار پیشرفت میکنم او از من دور میشه. حتما زورش میده که از گله زیادترایت داری. موم راست میگه، تمام مردار زور میده. درست از قبول دارم، اما ما تا به امروز هیچ وقت خدا با اون مقایسه نکردیم هلال. تو چرا ناراحت میشی؟ یعنی اگه تا حالا خانم خدا نشناخته باشه پس نقصش نشو. نیکه میخواه کار ایلا کده و خانم خانه باشی. نه جانم این امکان نداره. اگه براک پیشرفت تو رو دیده نمیتونه نقصش نشو، در حالت خودش بانش. درست است، اما ما او را زیاد دوست دارم. یعنی هیچ نمیخوایم او مرا ایلا کده جایی بره. اوف جانم تو را خفه ساختم. راستی با ما چی؟ حالا اگه دوستش داری بسی وضعیتم تحمل کن. سحر بیعقل به خاطر چنا رفت خدا در آتش انداخت. آله همیجه زایت است دیگه. بعد از این دیگه هیچ دلم برات نمیسوزه. عزیزان احمق نجات پیدا کردن نمیتونیم. قدرت توبه ای بچه کجا رفته؟ امروز خود درس نداشت. قدرت کجاستی بچیم؟ قدرت قدرت کجاست؟ امروز درس خونه نداشت. کجا رفته؟ چی او خانم زحل یعنی حقیقتا بگو جانان. قدرت کجاست؟ شب خانه آمده بود؟ او را از خانه بیرون کردم، زحمت نکش. تا وقتی که عقلش به سرش نامده خانه نمیه خبر باشی. چی؟ یعنی چی که بیرونش کردی ترگت؟ یک شب خانه نبودم از فرصت استفاده کرده بچیم از خانه بیرون کردی. چطور این کار کردی؟ البته زحل اگه آدم نشه از این بدتر میشه.
به خاطر که لیاقتش همی است. ترگوت او بچه کجا خواد رفت؟ چی خواد کرده؟ ای باره فکر کردی؟ او دیگه مربوط من نمیشه. باید آدم میشه تا از خانه بیرونش نمیکردم. کارتای بانکش هم گرفتم. حالا میبینیم که چی میکنه. تو چطور میتونی اینقدر ظالم شوی ها؟ چطور تانستی اولادت از خانه بیرون کنی؟ حداقل کمه برش پول خو میدادی. وقتی که در جیبش پول باشه هوشیار نمیشه. هیچ سختی رو ندیدم. بانک یک قسم عقلش به سرش بیای ظاهر. قدرت تو کجاستی؟ کجا رفتی؟ مادر مرا آرام بانین. ولی از خدا آرام بانین. آرام بانین. نمیخوایم هیچ کدام بتانه ببینم. میخوایم خودم یک راه و چاره پیدا کنم. خواهرک بیچاریم. یعنی یک لحظه فکر نکردی میخواستی خودت آتش بندازی ها؟ من نمیخوایم اولادم زجر ببینن. بجای اونا آماده هستن که خودم بسوزانم. اولادم با اسرت و جدایی از مادر بزرگ شدم. نمیتونستم اجازه بدم که نوازم با همون درد بزرگ شوه. هیچ پشیمانم نیست. اگه بازم لازم شوه همی کارم. به هر حال همی که هم تو و هم دختر عزیز و آدم لچک زندانی نشدین بازم خدا را شکر کن. معلوم میشه که حاله وقت عدالت است که سالها پیش عملی نشده بود جانه. هیچ خوش نیستم که از زندان بیرون شده. یعنی حالا هم نمیتونم در مقابل اولاد خود استاد شوم برشان بگویم که من بیگناه هستم. قدرت چرا موبایلت جواب نمیدی؟ ای بچه کجا رفته؟ میتونه پیش دوستای خودم نیست. والا دیوانه خود شدم. خانم کاکا راحت باش بچیم. خوب لذتم ببر. خانم کاکا با خاطر رفتن قدرت جگرخون شدم. لاف زدن بان دروغ نگو. فکر میکنی که من نمیفهمم تو چقدر خوش شدی؟ خانم کاکا شما چی میگین؟ قدرت مثل بیادرم است. چو باشه امرم زبان بازی نکن. تو با ای کارایت فقط ترگوت فریب داده میتونی. 20 سال میشه که از دست شما روز راحت ندیدیم. بس از دیگه پشت ما را گرفتین. هیچ آرام نمیمونین. ما را راحت کنین. طرف ما بیبی. تو را میگم طرف ما بیبی. دو خانه ای که بچیم جایی نداشته باشه شما هم جایی ندارین. فهمیدی گپ ما؟ آله از اینجا گم شوین برین. سوهال حالا بیرون شو. ترگوت بیبی اگه گفتم بیرون شو. گپاش جدی نگی. او سر تو قهر شد اما در حقیقت سر من قهر بود. خانم کاکایم کاملا راست میگه کاکا. قدرت به خاطر من خانه را ایلا کرد. خانم کاکایم هر وقت که مرا ببینه باز اونا قهر میشن. ای به خوبی همگیست که ما از اینجا برو. از خانه هیچ جایی نمیری بچین. این خانه مثل خانه خودت است. گپای خانم کاکایتم جدی نگی. عصبانی که شوه هیچ نمیفهمه چی میگه. حالی هم شاید زیاد پشیمان شده باشه. از خودم که بیشتر به اولادم دلم میسوزه. قبول دارم که مرا قاتل فکر میکنن اما نمیخوایم کنو جگرخون باشن.
زندگی فوتبالی چتن خوب بیاز و خلاص شد. حالا احتمال فلج دائمی او هم است. سهرم ده سن خورد، خانهش خراب شد و جگر خون است. امرای او طفل خورده خود تنها مانده. اسمام کوشش میکنه که با پای خود استاد شود. قدرت خود یک دنیای دیگه است. کار تو هم سخت از دختره. درد اولاد خب بیاز بسیار سخت است. با تنهایی مشکل کدامش حل خود کردی؟ تا حد توان کوشش میکنم که مشکلات اولادای خود حل کنم. 20 سال تنهایی و بی مادری را دیدن. سالهای گذشته را پس آورده نمیتونم، اما شاید بعد از جبران کرده بتونم. به خاطر خوش بودنشان هر کاری بتونم انجام میدم. اما اگه خدا بخواهد تا آخرین نفس خود میخوایم در پهلوی اولادایم باشم. معذرت میخوایم خواهر، با درد خود سرتون به درد آوردم. من با آشپزخانه میرم، دمتم تا نامونده. صبر کن. از صبح تا حالا خوب بیاسه زیاد پریشان شدی جانم. حالا مستقیم خانه برو کم استراحت کن. ما کار اینجا را حل میکنیم. والله چی دروغ بگویم به سختی سرپای استاد میشم، اما اگه 1 ساعت بخوابم خوب میشم. شب پس سر کار میایم. دلت دیگه جانم، اما ضرور نیست که بیتشویش نکن. تشکر خواهر، خدا ازت راضی باشه. خداوند از کل ما راضی باشه. حالا دیگه برو. از دست اولادای چنارال شوهرم هم سرم قر میشه. از یک طرف مادرشان، از طرف دیگه اولادایش ما را هیچ آرام نمیمانن. قدرت ها بچیم، چرا تلفنت جواب نمیدی؟ نیکه پیشش چنار رفته چطور؟ اگه بچیم پیش تو باشه و تلفن خدا جواب نمیده، با زیبار جزایت خوب میتم چنار. چی شده زهره؟ چنار قدرت از خانه برآمده، هیچ خبر ازش نیست. زنگ میزنم جواب نمیده. تو ازش خبر؟ چرا چی شده؟ او رو خود کدام چیزی نشده؟ امرای ترگوت کمه جنجال کده. فام از خانه بیرونش کده. زنگ میزنم جواب نمیده. اگه برای تو زنگ زد باز برام خبر بده. درست است؟ مثل او بار سابق مرا به تشویش نسازی. البته که میگم. تو هم به من زنگ بزن. به تشویش خود بودم. درست است. خدایا تو بزرگ استی. تو اولادای ما در پناه خود داشته باش. خاله عایشه؟ قدرت؟ میبخشی دست خالی آمدم، اما اگه وقت داشته باشی میمان تو شده میتونم. بیا بچیم بیا. سر چشمان جای داری. بیا. بفرمایین. تشکر. نوش جانتان. زنده باشی. طعمش تلخ است، اما نوشیدنش خوب مزه میده. ترگ تو هم با گناه های خود بسیار راحت بودی، اما حال دردونا قلبت میسوزانه. کاکا وقت دارین؟ مزاحم خانه استم نه؟ مزاحمه چی بچیم؟ بیا. جانان با تو هم قهوه آماده کنه؟ نه خیر کاکا جان، تشکر. فعلا نمی نوشم. چیز راستش کاکا آمده بالا، همراه خود زیاد فکر کردم.
خانم کاکایم راست میگه. شما قدرت از خانه ناحق بیرون کردین. او قسم نیست چتن جان، تو غلط فکر کردی. ما هیچ راحت نیستم کاکا جان. لطفاً این موضوع را اینجا ختم کنین، درست است؟ ببینین من قدرت زنگ میزنم و برش میگم که خانه بیاید، درست است؟ چتن درست است بچه، این موضوع بسته شده. حال قدرت ابان درباره عملیات تو باید گپ بزنیم. با دکتر گپ زدم، او امرای پروفسور خارجی هم گپ زده. او آدم به خاطر تو به ترکیه میایه. از سابق کده صحتمندتر خواهد شد انشالله. تشکر کاکا جان، انشالله. اینا را ببین. افسوس به حالت ترگوت. ای چه در قصه اولاد خود نیستی. نمیفهمیم اون بچه کجا رفته، موبایلش هم جواب نمیده. معلوم نیست چی میخوره چی میکنه. هنوزم در قصه او چتن احمق هستی. بیا بچه اینجا بشی، بیا. میبخشی اینا یکم کنه هستن، یعنی مناسبتون نیست بچه. هنوز لوازم خانه رو پول نکردیم، بزودی خود خریدم. نه هیچ گپ نیست خالایشه، بیا تو هم بشی. نه خیر بچم نمیشه، تو از بیرون آمدی شاید گشنه شده باشی. من میاله برتگان چیز آمدم. نه خالایشه گشنه نشدیم، خدا با زحمت نساز. اگه تو گشنه باشی برام نمیگی بچه. من زود غذا آماده میکنم، آشپزخانه میرم، تو هم کم استراحت کن، درست است؟ لطفاً بیا بشی خالایشه. وها به خاطر نان عجله نکن. باز پاسان یک تخم ستاره پخته میکنی مردوی ما میخوریم. راستی اگه قسم تو رو به زحمت بسازم خالایشه، باز خودم راحت نمیباش. یعنی اینجا بوده نمیتونم. مهمان در جای خوش میباشه که صاحب خانه به زحمت نشه. خوب درست است، گپ تو رو قبول میکنم. باز برام بگو که چی گپ شده بچه؟ هیچ کدام گپی نشده خالایشه. همراه پدرم قول کردم. این کار همیشگی ترگوت است دیگه. او همیشه سرم قهر میشه. من تحمل کردن نمیتونم، برش جواب میتونم، باز تمام چیز گدواد میشه. او پدرت است بچه. هر کاری که میکنه، هر چیزی که میگه حتما به خاطر خوبی تو میکنه. اگر نه هیچ پدر قصدن اولاد خود جگر خون نمیکنه. نمیفهمم که او چرا این کارا رو میکنه. اما حال دیگه تحمل برام بسیار سخت است. از اینکه پدرم همیشه مرا کم میزنه و همراه چطور مقایسه میکنه خسته شدم خالایشه. بیخی زندگی سرم تلخ شده، میخوایم خودکشی کنم. بچه پدر چی کنه دیگه؟ او کوشش میکنه که از امانتهای پدر خود حفاظت کنه. بیازو او هم زیاد مشکلات داره. اداره کردن یک زندگی آسان است. تو باید وضعیت او را درک کنی بچه. پدرم ایج نشناختی خالایشه. خب به هر حال گپ دراز نمیکنم. همراه پدرم جنجال کردم، اون مرا از خانه بیرون کرد. حالی همه جای بود و باش ندارم. اگر مزاحمت نباشم میتونم اینجا باشم، یعنی تا وقتی که یک جای خوب پیدا کنم. فعلا برای مهمترین کارم این است. البته که بوده میتونی، هر قدر که بخوای اینجا بوده میتونی. سرچشمایم جای داری. بسیار زیاد تشکر. مهمان یک روز، 2 روز، 3 روز، نه که تا 9 روز. ازم خسته نشی. این گپ هیچ امکان نداره. اگر سالها همراهم باشی هرگز از تو خسته نمیشم. تو همینجا آرام بشی جانم. من یگان چیز آماده میکنم که بخوریم. درست است، من کمکت میکنم. نه خیر بچم، تو راحت باش. محل وظیفه خانم ملدام اینجاست؟ بله اینجاست. میریم میبینیم که کی راست میگه. سلام، خوش آمدین. خوش باشین. شما خانم ملدارم میخواستین، اما اونا زودتر از دفتر بیرون شدن. اگه میخواین من کمکتون کنم میتونم. خدای ما، به هر حال ما دیگه پس میریم. ما مریال موز هستم. اگه کارت ما به خانم ملدا بتین خوش میشم. اگه وقت داشت برم زنگ بزنم. به خاطر چی میخواستین اونا رو ببینین؟ بسیار میبخشین، گپ شخصی است. اگه خودش رو ببینیم خوب خود شد. من دوست صمیمی خانم ملدا هستم. اگه کدام مشکل باشه من براتون کمک کنم میتونم.
حالا که شما قدر نزدیک هستین شوهر خانم ملدارم شاید بشناسین. براک کدام چیزی شده؟ نخیر. آقا براک میخوای از خانم خود جدا شو. ما هم قبل از شروع کردن کار خواستیم یک بار امرای خانم ملدا بزنیم. چطور یعنی؟ براک و ملدا طلاق میگیرن؟ ما فکر کردیم شاید بتونیم زندگی اونا رو نجات بدیم. دوبارهشون برای ما معلومات داده میتونیم؟ البته. بفرمایید به دفتر. مرتسی آوردم، فکر میکنم که خوش داری. سر تخم نیم بند اگه بندازیم ازش زیاد میشه. میخوایی که دگان برد بندازم؟ نه خالایشا بس هست دگان. بیازا همه قدر بس هست. اگه کم دگان بخورم شاید بکفم. نوش جانت. زهر زنگ زده. دیدم. یک بار جواب بده که صدای تا بشنوه. خدا میفهمه که در چی وضعیت باشه. نمیخوایم امروز گپ بزنم خالایشه. برش بگو که اینجا هستم تا راحت شوه. نه دیگه خالایشه. اگه بخوایی برش خبر بدی باز از اینجا میرم. درست است. چیزی نمیکن. خوب حالا بخو جانم. میفهمی خالایشه من دیگه در او خانه زندگی نمیکنم. راست میگم. یعنی او قصرم از اونا باشه. من در این خانه زیاد خوش هستم. خانه خودت است بچه. راستی یک گپ دیگه خالایشه. تنها تو هستی کمرای من بسیار خوبی میکنی. از خوبیات پشیمان خونه خود شدی. کاکا اگه اجازه تان باشه ما بیرون میرم، درست است؟ اجازه خواهید نه؟ البته بچیم برو، هوای تازه بگی. با سالیان بگو هر جایی که میره تو را میرسه. نه خیر کاکا جان، میخوایم کم تنها باشم لطفاً. درست است خودت میفهمی. با امید دیدار. آی چقدر ناوقت شده. قدرت بچه من سر کار میرم. اگه تو رو در خانه تنها بارم خفه خونه میشینی؟ میکردم همه چیز خلاص شد. دوباره از اولادای خود جدا میشم و هیچ وقت نمیبینمشان. خدا را هزار بار شکر که یکی از اولادایم در پیشم است. با مثل طفل خوابیده. قدرت بچه در مقابل تو شرمنده هستم. هیچ وقت طرف چشمایت سل کردن نمیتونم. گاهی فکر میکنم دردی را که تقدیر به مداده تحمل کردن نمیتونم. دلم میشه همه چیز برات بگویم، اما خدا اداره میکنم چون مجبور هستم. به خاطر که خواهرت به صاحب نمانت رو فدا کردم بچه.
با دستای خود را با آغوش کسی دیگه دادو. اگه بفهمی که همراه چی شده باز امکان نداره که مرا ببخشی. از همین خاطر زبان من بسته است، چشمایم کور است، گوشه ما هم کر است. یگانه امیدم ای است که تو مرا درک کنی، به خاطر که من دیگه هیچ امیدی ندارم. خدا کنه روزی برسه که تو مادرت ببخشی بچه. خالایشه تو بخواب بچه، من سر کار میرم، چند ساعت بعد پس میایم. خواب راحت داشته باشی. بچه قندم تو مرا از بین میبری. ایچ دلت برم نمیسازه ها؟ با دانشگاهم نرفتی، پیش دوستایت هم نرفتی، تلفنت هم جواب نمیدی، پدرت کارتای بانکیت ازت گرفته، پولم داری یا نه معلوم نیست. تو چی خواد کردی بچه؟ پیش کی خواد رفتی؟ نشه که چنار به من دروغ گفته باشه. تو خانه است که تو به خانه او رفته باشی بچیم. شاید هم تو باشه. او چنار هر کار کده میتونه. اگه بچیم پیش تو باشه، اگه بچه به پد کده باشی تو را تبا میسازم چنار، تبا میکنم. معلوم میشه که باراک تحمل نتونسته که ملدا او را اذیت و تحقیر کنه. خانم ملداره واقعا شورش آزار میده؟ یعنی ملدا دوست نزدیک من، اگه من درباره او چیزی بگویم خوب نمیشه. نمیخوایم که رابطه ما خراب شود. اگه چیزی میفهمین با من بگو، شاید چه قسم بتونیم با اونا کمک بکنیم. نمیفهمم که بعد از این رابطه شون خوب میشه یا نه. اما براتون میگم فقط لطفاً به ملدا چیزی نگوین که ما براتون گفتیم. تشویش نکنین، همه چیز بین خود ما میباشه. من ملدا زیاد دوست دارم، دختر خوبی است، دوستم است. اما چطور براتون بگویم کمی مغرور است. یعنی از همگی که خدا بلندتر میبینه، کمی عجیز است. بورا کاملا برعکس، یک شخص فهمیده و با نزاکت است و محترم است. این خواستای از او کاملا متفاوت است، اما معلوم میشه که رابطهشون خراب شده. وقتی که ملدا در کار خود پیشرفت کرد و ماش رو بیشتر گرفت، مشکلاتشان هم بیشتر شد. یعنی در اواخر بوراک نادیده میگرفت، چون که او را لایق خود نمیدید. اما من فکر نمیکردم که گپ تا اینجا برسم. زیاد جگرخون شدم. کدام چیز دیگه مونده که بر ما نگفته باشین؟ بس اما قدر بود جانم. به خاطر که به ما وقت دادین تشکر. البته ما آماده میکنم. دختر بگو او برات چیزی نگفت؟ برات گفت یا نه که چرا پیش تو آمده؟ گفت بدون تو جای برفتن ندارم. گفت تو از همگی کده مرا بهتر میشناسی. یعنی همراهت عادت کده؟ چطور را پیدا کده میبینی ها؟ خداوند بزرگ است خواهر جان. خدا را هزار بار شکر. از اولاده که 20 سال ازش دور بودم فعلا در خانه من خواب است. از دیگه در خوشی بزرگتر وجود داره. او نه، او خانم باز آمده. خدا میفهمه که باز چی مشکل داره. چنار ولی از خدا اگه جای قدرت میفهمی برم بگو. من دیوانه خواد شدم. بسیار میترسم که سر بچیم کدام بلایی نامده باشه. همه جای پالیدم اما هیچ جایی نیست.
یگانه امیدم تو استی چنار. اگه بچیم پیشتون آمده باشه باز حتما کدام بلای سرش آمده. چنار یک چیز بگو دیگه. قدرت ندیدی؟ برای تو زنگ نزده؟ قدرت در خانه است. وقتی اینجا آمدم خواب بود. چنار تو چه قسم یک انسان هستی؟ ما به تو زنگ نزدم ها؟ برات نگفتم اگه قدرت پیش تو آمد به من خبر بده؟ تو چطور تا حالا برام خبر ندادی ها؟ وجدانی تو چطور قبول کرد که جای بچه ما از ما پت کنی؟ در فکر ما چی چیزایی که آمد تو خبر داری؟ از ترس از که سر بچه‌م کدام بلایی نیایه کم بود قلبم استاد شوه. اما میبینم ماشاءالله تو بسیار زیاد خوشمعلوم میشی. باز نمیشرمیم میگی که قدرت در خانه من. زحل گوش کو چی میگم. معذرت میخوایم. از خوشی زیاد نتونستم برات بگویم. آفرین. با یک بار معذرت خواستن همه چیز حل میشه. آفرین. دیگه همه چیز خلاص شد. همه چیز خلاص شد. چطور اگه من اینجا باشم خاله عایشه کجا خواهد خوابید؟
کار خیر باشه زحل پویراز از همه کده پیش است. اگه اینطور است باز چرا املای خاله عایشه کمک نمیکنه؟ حداقل لوازمی که در خانه استفاده نمیکنه اینجا بیاره. بالاخره آمدین. ما ترسیده بودیم که شماره چیزی نشده باشه. اینقدر که با تشویش شده بودی یک بار زنگ میزدی. هر لحظه فکر میکردم که شاید شما به نمیقسم وقتی شد دیگه عمر جان. خب چی کردی؟ همراه خانمش گپ زده دانستین؟ نامش چی بود؟ ها ملدا. اسما جان اینا رو دلماری در پشت سربان جانم. طلاق میگیرن از هم؟ هنوز نه. ما همراه خانم ملدا گپ زدیم. اما فکر نمیکنم مشکلشان قدر جدی باشه که باعث طلاقشون شوه. یعنی اونا را با هم آشتی میسازن. از گپت خواهمی قسم معلوم میشه. بله خواستم همی است. کدام مشکلی است؟ اگر شما هر موکله که به خاطر طلاق میه اونا را آشتی بسازین باز ما چه قسم پول بعد از برم هیچ نمیفهمم. ما خب مشاور زناشویی نیستیم عمر جان. نه که در کدام جایی ما اشتباه کردیم نفهمیدم. ما گپ زده بودیم که دیگه در کاره که دیگه خود غرض نمیگیریم. توی گپ فراموش کردی خانم پک؟ نه خیر تو غلط فهمیدی عمر. میخواستم بگویم کار ما نباید قسم باشه یا این موضوعات نباید قدر وقت ما رو بگیره. اگر نمخ کدام مشکلی ندارم جانم. خوش شدم. درباره پول هیچ تشویش نکو. بیا زو از دواهای دیگه پول بیشتر به دست میاریم. وها مهم مقدار پول که به دست میاریم نیست. مهمی است که با برکت و حلال باشه. درست میگی. او اوراق را که برای داده بودم کجاست؟ درباره کدام اوراق گپ میزنی؟ اما اوراقی که ازم را گرفته بودی. نمیفهمم شاید کدام روک الماری مانده باشی. نمیفهمم که ناره چی کردیم. شما اولادای ما چه قسم کلان کردین زحل؟ چی کردین که در قدر گپ خور جنجال میکنین؟ چند بار برات گفتم چنار اداره کردن 4 طفل آسان نیست. تمامشان خلق و خوی متفاوت دارن. نمیبینی ادا قدرتم درست اداره کردن نمیتونم. از دست اعصاب خرابی ترگت قدرت قسم شده. به خاطر همشان هر کاری که از دستم میامد میکردم. ولی از خدا این موضوع را بار بار برم یاد نکو. شامتان بخیر خانم. شام شما بخیر. نیست. شاید همینجا کدام جایی باشه از اور خطایی پیدا کردن نمیتونیمش. راست میگی. انسان بعضی چیزایی که پیش چشمش باشه اونم دیده نمیتونه. چیزی اگه کار نداشته باشین من رفتم میتونم. مامم یالم ابراهیم شما رو میرسانم. پس خوب است من بکس خودم میگیرم. کم مونده بود که فراموش کنم. امروز پدرت آمده بود. راستی چرا آمده بود؟ هیچ اما تو به نظرم به خاطر نوشیدن قهوه ما آمده بود. اما تا که من قهوه رو میاردم اون وقت رفته بود. هیچ نفهمیدم که چرا. حتما کدام کار عاجل برش پیش شده. به هر حال امشب ازشان میپرسم. حالا دیگه ما باید برم. شبتان خوش خانم پک. به تو. خاله عایشه جان آمدی یا نه؟
حالا خو جوش آمده ایران مانده موال چای خوش کپارتی می او جوشه ها خالایشه جان بچیم بچیم تو کجا بودی؟ از تشویش کم بود دیوانه شوم. آفرین به تو خالایشه. چرا با مادرم خبر دادی؟ کسی به من چیز نگفته بچیم، اما خودم فهمیدم که تو اینجا بوده میتونی. حالا بچیم بیا که بریم. نه خیر مادر، من جای نمیرم. فهمیدی؟ نمیخوایم چهره پدر من دیگه ببینم. بچیم تو میخوایی مرا دیوانه بسازی ها؟ تو پدرت نمیشناسی، یک دفعه خر میشه بعدن فراموشش میکنه. مادر گفتم نمیرم، من جای نمیرم. بس از دیگه قدرت گپ ما گوش کن. گفتم بیا حالا که بریم. بچیم تو با ما هیچ دل نمیسوزنی؟ وقتی که تو امرایم نباشی من زیاد جگر خون میباشم، تو نمیفهمی؟ از اینجا بیرون شو. از این بعد اینجا میباشم. من اینجا خوش هستم. میخوایم دیگه آرام باشم. امیدوار هستم فهمیده باشی. من همراه خاله عایشه میباشم، فهمیدی؟ تو چی میگی بچیم؟ ای چه قسم گپ است؟ مادر گپ دراز نکن. چرا نمیفهمی؟ من اینجا خوش هستم. خاله عایشه را خدا خیر بده. به خاطر که من خوش باشم چقدر زحمت میکشه. حالا دیگه تو بیرون شو از خانه. حالا دیگه بیرون شو. هیچ جایی نمیرم. تو را اینجا تنها نمیمونم. هیچ جایی نمیرم. مهمان بودنم قدر بس از دیگه. حالا باید ای بس از دیگه مادر. گپای از ما و چتن و پدرم تحمل نمیتونم. بیاز خوب میفهمم کسی در قصه ما نمیباشه. قدرت ای بس از دیگه مادر. بلیاز خدا کلمه زیاد خراب نکو. کدام جای دیگه خونه استم پیش خاله عایشه هستم دیگه. هر وقت دق شدی باز میتونی همینجا بیایی. این خود جای تشویش نیست مادر. برو دیگه پشت من ایلا کن. حداقل ایره خو بگی بچیم برش ضرورت پیدا میکنی. او طرف کویره نه پولی تانا میخوایم نه خانه تانا هیچ چیز تانا نمیخوایم. دمت بته دمت بیا دمت. به خدا خسته شدیم. بالاخره آقا چتن هوشیار شده زنگ زد. من که زنگ بزنه من جواب نمیتم. دختر جان تو چی میکنی؟ همیاله میگفتی که چند دفعه میشه که اون زنگ تو را جواب نمیته. حال تو همی کارا میکنی. جواب بده. ازش بپرس که دکتر برش چی گفته. بله چتن. دمت چرا زنگ من قطع کردی؟ زیاد کار داشتم. به اندازه که حتی تلفن ما جواب نداری. بله قدر که جواب تلفنم دادن نمیتونستم. قسم نکو. من برای چند بار زنگ زدم اما تو جواب ندادی. بسیار سرت قهر هستم چتن. از وقتی که پیش دکتر رفتی هیچ احوالت ندارم. چی شده؟ کدام اتفاق بدی افتاده؟ بله چتن از تو میپرسم کدام اتفاقی افتاده؟ هیچ خبر خوش نیست دمت. یعنی نخواستم زنگ زده تو رم جگر خون بسازم. چرا؟ دکتر چی گفته؟ چی بگوید دیگه؟ همون پایم که افگار شده بود و نمیتونستم فوتبال بازی کنم شاید قطع شد. امروز مسئولین باشگاه آمده بودن. صبر کو یعنی چی که پایت قطع میکنن چتن؟ قدرت اینجا بودن نمیتونه چنار. هر قسمه که میشه او رو باید به خانه روان کنی. چی کنم زحل؟ قدرت خود طفل نیست، جوان است جانم. با خواست خود اینجا آمده چطور بچه‌م از اینجا بیرون کنم؟ قدرت بچه تو نیست، بچه‌م است. یادت است که او را به ما داده بودی؟
اردقه او را بچه‌م نگو. مشکل من است که هر چیز برات ثابت کنم. قدرت خدا خانه کدام بیگانه نیست. هر وقت که دلش خواست دوباره از اینجا میره. نه خیر، در اینجا بودن نمیتونم. در اینجا یک دقیقه بودن نمیتونم. من اجازه نمیتونم. حال مرا درک کردی؟ حال درک کردی که دوری اولاد چی حس داره؟ تو یک شب از اولاد دور بودن نمیتونی، اما من 20 سال از اولادم دور بودم زحل. 20 سال زحل. گفتنش بسیار ساده است نه؟ یک بار فکر که من در چی وضعیت بودم. اما نمیتونم دوباره خوب شوم. یعنی همه چیز مربوط به عملیات میشه. چی شده؟ برای چی میگه؟ دمت من از تو یک چیز میپرسم. دمت نشنوم. یعنی اگه عملیات موفقانه سپری نشه، راستش اگه پایم قطع شود، تو بازم مرا دوست می داشته باشی؟ چند مشتری زیاد شده، باید قطع کنم. یک دقیقه اما میایم، بعدم برای زن میزنم. فعلا خدافظ. تو چی انتظار داشتی ها؟ میخواستی او دختر برای چی بگوید؟ همراه بچه‌ای که فقط یک پا داشته باشه کدام دختر زندگی میکنه؟ هنوزا میخوایی که دختر برای جواب مثبت بده. خدایا تو برم صبر بده. خدایا لطفاً کمکم کن. قسمه که تقدیر تو دوری از اولادایت است. تقدیر مام زندگی کردن به خاطر اولادایم است. حق با تو بود. مادر به خاطر اولاد خود هر کاری کده میتونم. و این زندگی رام تحمل میکنم، کافی است که دخترم خوشبخت باشه. سحر نمیخوایی که نان بیاری؟ از گشنگی مردی. قدرت خواب شدی بچه؟ مادرم رفت. بچه گوش که خالایشه، اگه طرفداری مادر من میکنی باز هیچ گپ نزن. نه خیر بچه، من دیگه چیز نمیگفتم. من به دکان میرم. اگه خواسته باشی تو هم همراه ما برو. درست است، میرم. عمر؟ ما هستم پدر جان. خوش آمدی بچه. خوش باشین پدر جان. تو دستایت بشوی، من آن آماده میسازم بچیم. امروز به دفترم آمده بودی؟ اما تا یک بار آمدم بچه. خیرت باشه، کدام مشکلی بود؟ نه خیر بچیم، میخواستم خبرت بگیرم. یک دفعه از اونجا بیرون شدین، وقتی که فکر به دفتر آمده بود دیدن که نیستین. باز بیچاره حیران مونده بود. ندیم زنگ زد، گفت که مشتری زیاد شده، باز ما هم پیشش رفتم بچیم. میخواستم ایپک دخترم ببینم اما او نبود. از این که برات نگفتم معذرت میخوایم بچیم. نه خیر پدر جان، معذرت چی، هیچ گپ نیست. اوف، وقت دوای مام گذشت. نانتا نخورده، باز دوای تا نبخوری. بسیار زیاد تشکر. نوش جانت. در حالت زخمی خود چه قسم نان بخوره؟
اول نان خودم میخوردی، من منتظر میباشم. نه خیر، زیاد گشنه نیستم. یک قسم جگرخون نباش. وعده میکنم بعد از این تو را اذیت نمیکنم عزیزم. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda.